بالاخره مجلس تصویب کرد که 4-0 از پول ملی کم بشه، ولی این تصویب خودش خبرش تازه است، اما انقدر قدیمیه کل این فرایند. استارت تا اینجا در واقع این پروسه‌ای که از دقیقاً اون موقع یک دهه پیش فکر کنم شروع شده. اون موقع که میگفتن 4-0 از پول ملی کم کنیم، یعنی مثلا 1000 تومانی میشد 1 ریال، درست؟ بله. و بعد اون 1000 تومانی تو میتونستی باهاش چیزی بخری. الان اصلا فکر کنم 1000 تومانی دیگه وجود داشته باشه تو جیب کسی. من مدت هاست اصلا 1000 تومانی ندید. عده زیادی از مردم دقیقا متوجه نشدن که چه اتفاقی قراره بیفته، این اتفاق قراره از کی بیفته و اینکه تکلیف یه سری قصه ها چی میشه. قصه تازه از 2 سال آینده شروع میشه، یعنی 2 سال بانک مرکزی فرصت داره تا زمینه و مقدمات حذف 4-0 رو بچینه. برای همینم هست که باز من تاکید میکنم تا 2 سال آینده دوباره بیشتر از همین 8 تایی که میگیم الان، که یعنی الان باید 8 تا حذف بشه، تا 2 سال آینده 8 تا دیگه هم اون موقع با این وضعیت تورم باید حذف بشه. مثلا اگه آقای فرزین کماکان ریاست بانک مرکزی رو داشته باشن، حتی به نظر من پیشنهاد من اینه که دولت کم کم کارهای اداریشو شروع کنه، چون که حذف 4-0 که الان تصویب شده خودش چندین سال طول کشید، چون به هر حال خیلی این قصه کار داره، کارهای زیادی، اهم از این که مثلا طراحی بشن اسکناس‌های جدید، زیرساخت‌های فنی آماده بشن، در واقع سیستم بانکی و پولی تغییر بکنه، خیلی کار داره. اینا آماده بشه از 2 سال آینده که این طرح شروع بشه، به مدت 3 سال طرح جایگزینی اسکناس‌های جدید و قدیم رقم میخوره. قراره که تومان حذف بشه و ریال تثبیت بشه، چرا که پول ملی ما ریال هست، و بعد قران دوباره احیا بشه، یعنی اون پول خورده ریال بشه قران. در واقع اصلاح این ساختارها، حذف 4-0 و 6-0 و 10-0 و اینا آخرین کاریه که معمولا کشورها برای تغییرات و ایجاد اصلاحات تو ساختار پولیشون انجام میدن. یعنی وقتی که مسئله تورم میاد و پولو بی ارزش میکنه، یک عالمه سیاست‌های پولی چیده میشه و آخریش اینه که آقا به خاطر اینکه اون گنگکاری که شد جمع و جور بشه و بالاخره حیثیت به پولمون برگرده، صفرا رو بردارید. ولی قبل از اینکه اون کارا انجام بشه فایده ای نداره که ما خب میبینیم که این کارو ترکیه کرده، اما جای دیگه دنیام شده دیگه. بله، ولی بعد از اصلاحات پولی کلان. یعنی میخوام بگم زیمبابوه 25 تا 0 کم کرد، فایده نداشت. شما که میخواین 4 تا 0 کم کنین. کارهای دیگه باید اول انجام بشه که اولین و بزرگترینش اینه که دست از خلق پول برداریم دیگه. یعنی بانک مرکزی و دولت یک جای تصمیم میگیرن که دیگه پول خلق نکنن که تورم افزایش پیدا نکنه.